داد. ای خدا ای خدا. این خونه ما قدیر و عموی خدا بیامرز من ایرج خان خیلی اهل صدقه بودن. اینا هر روز صبح که میرفتن صدقه میذاشتن کل خونه ما. این دیوانه ها ساعت مثلا 10-11 صبح، اینا که میدونی هیچ کدوم 6-7 صبحی نبودن، همه 10-11 بیدار میشدن تا شکم کار کنه، یک میرفتن بیرون. یعنی یه جورای مردم برای نهار میومدن خونه، اینا تازه بسم الله میرفتن بیرون تا صدقه رو مینداختن. من با پیشگوشی صدقه رو وا میگردم، همه صدقه رو خالی میکردم. بعد کمیته امداد که میومد پول رو ببره میدید کیره خر هم توش نیست دیگه، نمیدونید یه مزعصف اینجا پسر قدیر خودش خالی میکردم. سیگار میخریدم، اینقدر کسخل بودم. سیگار رو از این آلامسا بود که میزنی برمیگرد. بعد مرده که میومد کلید مینداخت کسخل واکنه دیگه، نمیدونست که من با پیشگوشی خواهر کلید گاییده بودم. بعد تا میومد میدیدی چی نیست، میخواست به زنموی من بیاد بگه این چرا خالیه. من به زنموی من میگفتم عقب، میگفتم فلانی شیر کسکش مادر جنده، سر صبح ناموستو من گاییدم، ریدم تو خودم، خار کسه کسکش لاشی، رید تو کاسه کوسه ما، خار کسه خر مادر جنده، خار کسه رشته چته کسکش. هیچی. بعد من به زنموم، همین که منو بزرگ کرد، بهش میگفتم مامانی، میگم که هنوزم هست، میگفتم مامانی. میگفت چیه؟ میگفتم که من قبل اینکه در رو وا کرد من دیدم پولا رو گذاشت تو جیبش رو. بعد اینم بنده خدا سمبالا پیرزن بود. بعد این از اینایی بود که مثلا خیلی جانماز و فکر میکرد که مثلا امام خمینی مثلا امام 13ام نمیدونن دیگه، محلی بودن، شمالی قدیم. زنای شمالی یادتون باشه خیلی سادن بنده خدا، هرچی مردا زرنگن و خارکسه بازی رو بلدن که یه دونش خودمم، خانوما خیلی ساده چمن، قدیمی ها رو میگم. بعد میگم نگاه کن ما برای کی انقلاب کردیم، اینا که همه دزدن دیگه، نمیدونست که شادوز خودش 3-4 سال صدقه رو دزدیدم. آره دیگه. بعد هر موقع مدرسه میرفتم یا سوپرمارکت، بابا کسی اون موقع چیز نمیکرد که، پولی تو جیب کسی نبود که. من صدقه خونه خودم، صدقه خونه عمه منم روبروی ما بود، اصلا هر جا میرفتم مسئول کمیته امداد من بودم دیگه، تمام صدقه رو خالی میکردم همه رو. بعد صدقه های مثلا تو شهر بود، اونا رو خارکسه نمیشد، پیشگوشی میخواست بندازی لبش، پیشگوشی میشکست. اونایی که تو خیابون بود، آهنیا که پایه داشت، اونا رو چند بار میخواستم اصلا بکنم کلا ببرم خارکسه رو، نمیشد نمیشد. آره. بعد دیگه هیچی دیگه. ولی الان هرچی اون موقع دارم ضریب بر 10 دارم برمیگردونم همه رو، یعنی کمک میکنم و اینا. آره یه 3-4 سال خواهر صدقه رو گاییدن، یه جورای خواهر کمیته امداد گاییده بودم. حتی اونا می‌خواستن چیکار کنم فکر کردی، اونا می‌خواستن بخورن دیگه، ولی نمیدونستن که شیرومرد اینجا. الان دیگه قشنگ من ممنوع ورود کردن دیگه، الان دیگه 100% ریده شد تو همه چی.